سلام. امیدوارم که خوب باشید. من چندمین باری که دارم این ویدیو رو میگیرم، به خاطر اینکه اولین بار گرفتمش و به محض اینکه تموم شد اون اسکرین ریکوردری که داشتم استفاده میکردم برگشت گفت باید پول بدی چون بیشتر از 2 دقیقه ثبت کردی. و آره، خلاصه که 1 ساعت در تلاشم که این مسئله رو درست بکنم. و چرا دارم این شکلی فیلم میگیرم؟ به خاطر اینکه قراره براتون نشون بدم من چجور بودجه بندی میکنم. آروم. اوکی. خب من چرا دارم اینو میگم؟ به خاطر اینکه زمانی که من مشتغل شدم و اومدم از خونه بیرون و قرار بود دیگه حقوق بگیرم و بلا بلا بلا، دایی من برگشت به من یه حرفی زد. گفت ببین، برای اینکه بتونی بفهمی داری چی کار میکنی و اوضاع خیلی خیت نشه، ما بودجه بندی انجام میدیم. و برام توضیح داد که اون و همسرش با هم دیگه بودجه بندی رو چطور انجام میدن. و من یادم حتی خانواده خودم هم پدرم و مادرم برام تعریف میکردن که این کار رو انجام میدادن. اونا قبلا با پاکت های نامه این کار رو میکردن. خب ما الان نسل جدیدتر، من داریم از اکسل استفاده میکنیم و این کار به درد این میخوره که شما بتونید بفهمید دارید واقعا چی کار میکنید. پولتون رو اضافه نمیکنه، باعث هم نمیشه که تضمین کنه شما به آخر ماه برسید، ولی باعث میشه بفهمید دارید چه کاری انجام میدید، چه کاری انجام نمیدید، چقدر پول براتون مونده، چقدر نمونده، چه خرجی بیشتر داره، کجا میره و چطور میتونید مدیریت کنید. به درد مدیریت میخوره. خب این رو هم من درک میکنم که خب شرایط اینجا با شرایط ایران خیلی متفاوته و خرج هر کسی هم متفاوته، میزان پولی که در میاره متفاوته، خرج هایی که میکنه متفاوته، خرج های اصلیش فرق دارن با هم دیگه. بنابراین این چیزی که من دارم میگم صرفاً و صرفاً فقط یک ایده است. قراره که به شما شاید الهام بده، شاید کمک بکنه راجع به اینکه شما بتونید شیوه بودجه بندی خودتون رو ابداع بکنید، جوری که با زندگی شما و اون جوری که خرج میکنید و دخل دارید بخونه. بس میگم این مثل اون ویدیوهای رویا فروشی نیست و من قرار نیست هیچ رازی رو به شما بگم. من فقط قرار بگم به شما من چجوری دارم دسته بندی میکنم، بودجه بندی چطور انجام میدم و قرار هم نیست بگم چقدر برای چی دارم بودجه میذارم. صرفا قرار توضیح بدم که این روش منه، این برای من جواب میده، شما باید ببینید دخل و خرجتون چیه و با اون پیش برید. کمک شایانی میکنه و من آدمی هستم که اگر از همون اول یه چیزی انجام ندم هیچ وقت انجام نمیدم. پس من به محض اینکه اومدم بیرون از خونه خانوادم شروع کردم این کار رو انجام دادن و به صورت مداوم پیش رفتم و تلاش کردم هیچ وقت زیرش نزنم. برای این کار من از اکسل معمولی استفاده نمی کنم، من از گوگل شیت استفاده می کنم، چون به من کمک میکنه که من این نظم رو رعایت کنم و زیرش نزنم و هی نباید منتظر بمونم تا بیام خونه که اون عددا رو وارد کنم. گوگل شیت چون که روی درایوه، چون به گوگل شما وصله، حالا من خیلی تخصصی این چیزا رو نمیدونم، فقط میدونم خیلی به درد میخوره. همزمان میتونید هم توی گوشیتون داشته باشیدش، هم توی لپتاپتون داشته باشیدش و به محض اینکه خرجی رو میکنید همون موقع بذارید بدون اینکه یادتون بره. و من این کارو میکنم وقتی میرم بیرون خرید میکنم یا غذایی میخورم یا هر چیزی، سریع واردش میکنم. حتی اگه مینیمومه، یعنی حتی اگه مثلا 1 یوروه، من اون 1 یورو رو حتما وارد میکنم، به خاطر اینکه میگم قطره قطره گردد، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود و همه اینا که داره هم دیگه جمع میشه و بعد آدم میتونه ترک کنه. آدم نباید زیرش بزنه. من آدمیم که اگه زیرش بزنم و 1-2 تا رو وارد نکنم دیگه تا ابد وارد نمیکنم و دیگه خبری از بودجه بندی قرار نیست باشه. بله، پس بنابراین من از گوگل شیت استفاده میکنم. فان فکت ماجرا، من معمولا حتی اگر پروژه‌ای دارم که باید انجام بدم از این فیچرهای گوگل استفاده میکنم، به خاطر اینکه همزمان میتونه دست همه باشه و لازم نیست 100 تا فایل جابجا باشه و شما دیگه به مشکل فایل نمیخورید، چون یه فایل قابل ادیته و همه میتونن همزمان ادیت کنن. خودتون هم روی دستگاه‌های متفاوت میتونید ادیت کنید. پس آره، گوگل شیت چیز مفیدیه. خب من بهتون نشون میدم. اول یه شماره کلی رو توضیح میدم راجع به اینکه اصلا چیه، دارم چی کار میکنم، چجوری داره اتفاق میفته
بعد بهتون به دیتیل تر توضیح میدم فرمولایی که استفاده کردم چی هستن. من نه اکسپرت ماجرام، نه متخصصم، نه خیلی میفهمم این چیزا رو، بنابراین ممکنه برای کسایی که این بلدن چجوری توی اکسل فرمول بذارن و این ماجراها یکم نوب به نظر بیاد. به بزرگی خودتون ببخشید، من نیستم و خوشم هم نمیاد. ولی اگه شما مثل من نوبید احتمالاً کمکتون کنه، چون فرمولای ساده ترین فرمولای ممکنه جهان رو من استفاده کردم. خب اینجا من چت جی پی تی دارم میپرسم چه غلطی باید بکنم. خب تادا، این شمای کلی کاری که من دارم انجام میدم. نگران نباشید، الان براتون توضیح میدم چه خبره. من از یک توتالی شروع کردم. آقا من یک دخلی دارم، یه پولی در میارم. خب این پوله یک پول ثابتی میتونه باشه، میتونه نباشه. خب اگه نیست شما میتونید صرفا اون حدستون رو بذارید، یعنی مثلا اینقدر احتمالاً در میارید. اگه ثابته که خب هیچی، میتونید کامل اون رو بذارید. بعد اینجا اومدم بودجه بندی کردم، اومدم گفتم آقا برای هر چیزی من میخوام چقدر پول بذارم. خب و اومدم یه سری کاتگوری بزرگ ساختم که توی این کاتگوری های بزرگ چه اتفاقی میفته. من اومدم توضیح دادم که چقدر پول به چقدر چیز یا چه کاری میخوام اختصاص بدم. خب حالا مثلا من اومدم گفتم آقا خرید خونه انقدر، غذا خوردن انقدر. چرا؟ چون من مثلا بیرون میرم و دانشگاه دارم و وقتی کلاسام پشت هم دیگه است بیرون غذا میخورم، پس برای من مهمه یکی از خرج‌های متداول من بیرون غذا خوردن یا میتونه باشه. تفریح، البته من تفریح رو کاملا اینجا بیادبانه نوشتم چون اینجوری حال میده. روز مواداست، داروهاست، به خاطر اینکه من باید به صورت منظم دارو بخورم، داروهایی دارم که هر ماه باید بخرم، بنابراین داروهاست. تکه چیزای نمیدونم چیزای پرمیومی که مثلا دارم و خرجای تکی که دارم دیگه ماهانه. و در نهایت گفتم آقا من اینقدر دوست دارم هر ماه بتونم پس انداز کنم، پس توی بودجه بندی پس اندازم رو هم گذاشتم که دستم باشه چقدر انتظار دارم از خودم که پس انداز کنم. بعد منم گفتم خب اینجا اون چیزایی رو میذارم که دارم خرج میکنم. دوباره همون کاتگوری ها، همون رنگ. چرا؟ چون من آدمی هستم که با رنگ خیلی راحت میفهمم چه اتفاقی داره میفته و به جای اینکه فقط نوشته باشه و من 100 بار گم کنم خسته بشم نفهمم چه خبره، مخصوصا وقتی تو خیابون دارم راه میرم، چون من نصف کارامو با گوشی تو خیابون انجام میدم. اومدم رنگی رنگیش کردم و رنگا خیلی به من راحت کمک میکنن که من بفهمم چی کجاست. اینجا اومدم گفتم که خب خرید خونه، غذا، تفریح، فلان، هر یه دونه خرجمو اینجا می نویسم. مثلا اگه امروز 5 تا خرج کردم اینجا، اگه فردا 10 تا خرج کردم اینجا، 60 تا خرج کردم اینجا، همینجوری میاد پایین. اینجا اومدم اینجا براتون بعدن توضیح میدم چه فرمولی گذاشتم، چرا اینجا دوباره تکرار شده، همون بودجه هاست. اینجا گفتم خب من یک توتال خرجی دارم، اینجا حساب میکنم من چقدر خرج کردم. اینجا گفتم خب من چقدر انتظار داشتم که به صورت توتال خرج کنم. اینجا چقدر دارم پس انداز میکنم و اینجا چقدر پول برام مونده. حالا من الان همه رو براتون با فرمول توضیح میدم. این خیلی کمک کننده است. اینجا من در یک نظر، در یک نگاه، در یک لحظه میتونم بفهمم چقدر پول دارم، چقدر خرج کردم، چقدر پس انداز کردم. این مهمترین پارت ماجراست، یعنی اینجوری من میفهمم چه خبر. خب اول از همه اینا که فرمول نداره، اینجا که خبری نیست، ما میایم با یک مثال شروع میکنیم. من اینجا یک عددی رو وارد میکنم. چقدر وارد کنم؟ چون که در رویا هاست یه عدد گنده وارد میکنم، مثلا بذارم 5000 تا. خب بذارید در رویاها آدم پولداری باشه. مثلا من گفتم آقا من کلا 5000 تا در ماه حقوقمه، که نیست، کاش بود. میام اینجا میگم خب آقا منم اینجوری بودجه بندی کردم که کی به کی باشه. خب حالا
اینجا میام مثلا می نویسم امروز 60 تا، چه میدونم فردا 20 تا. خرجایی که دارم میکنم یعنی مثلا چه میدونم مثلا امروز 30 تا خرج کردم، فردا میشه، هفته بعد میشه، میام می‌نویسم آقا 40 تا خرج کردم. خب چقدر غذا خوردم؟ مثلا یه روز نمیدونم 20 تا غذا خوردم، یه روز دیگه 15 تا غذا خوردم. خب قیمت داروام مثلا 30 تاست، چه میدونم. خب همش مثال. فرمولی که این بالا میبینید رنگش فرق داره. چرا فرق داره؟ بخاطر اینکه اینجا داره جمع میزنه شما در کل چقدر خرج کردی از این ستون. خب فرمولش چیه؟ فرمولش انقدر ساده است. گفتم آقا جمع کن از این عدد، از این بلاک تا این بلاک، چون معمولا بیشتر از این خرج نمیکنم. شما میتونید بذارید کل ای رو جمع کنه. میاد همه اینا رو ببینید الان من میزنم روش، یک چهارخونه ای هست، ببینید خط خطه، نشون میده که آقا من تا کجا دارم جمع میکنم. همینقدر راحت. اینو برای همه اینا تکرار کردم. گفتم که بیا همه اینایی که من زیرت مینویسم و با هم جمع کن. خب هر کدوم حالا به نسبت تعدادی که هست. پس اینجا خیلی ساده است. اینجا من صرفا دارم میفهمم که خب اوکی روزانه انقدر بوده، جمعش انقدر بوده. روز دوباره مثلا این ماه روزانه انقدر بوده، جمعش انقدر بوده. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا من آدم گفتم خب ببین بیا این بودجه بندی اصلی منو بگیر، اون چیزی که من تو سرم بوده رو بگیر، منهای این چیزی کن که واقعا خرج کردم. به من بگو من چقدر دارم. خب یعنی من چقدر میتونم به صورت سینگل، به صورت خاص برای مثلا خرید خونه پول بذارم، یا چقدر برای من مونده مثلا برای تفریح پول بذارم. خب اینجوری. چرا اینجوری؟ به خاطر اینکه مثلا زمانی که شما خیلی خرج خونه میکنی اینجوری نشه که از تفریحت مجبور شی بزنی یا از غذات بزنی. هر چیزی رو توی اون بودجه بندی خاص خودش نگهداری، به صورت سینگل ترک کنی، نه یا از چیزیت برای چیز دیگت بزنی. اما همه یه چیزی که اهمیت داره بیشتر اینجاست. من اینجا خیلی راحت میفهمم دنیا چه خبره. چیکار میکنم؟ گفتم یه توتالی دارم. این توتال داره به من چی میگه؟ داره میگه آقا چقدر خرج کردی. دقیقا اومدم اینجا همین کار کردم. گفتم ببین این بلاک ها که داره جمع همه خرجای روزای منو میکنه رو بگیر، همه رو با هم جمع کن، به من بگو در کل چقدر خرج کردم، نه برای هر یه دونه چیز، نه برای هر یک کاتگوری، در کل چقدر ازم رفته. خب اینجا منم نوشتم من چقدر انتظار دارم ازم بره. این انتظاره کجاست؟ اینجاست. من همه رو بودجه بندی کردم، همه رو نوشتم، جمع اینا یه عددیه که آقا من در کل انتظار دارم انقدر کفم بره. خب میام میذارمش اینجا، میام میگم که خب الان من انقدر خرج کردم، انقدر باید خرج میشده، پس من هنوز جا دارم. اینجا منم پس اندازم گذاشتم. گفتم ببین بیا پولمو بگی، هر چیزی که حقوقمه، منهای این خرجه که من دارم واقعا میکنم بکن، به من بگو من الان چقدر مونده. آخر ماه من هر موقع بیام اینجا میتونم ببینم که خب آقا من چقدر بچه خوبی بودم، چقدر پسنداز کردم. البته که یک پسنداز احتمالی اینجا گذاشتم، یک پسنداز آرزویی گذاشتم اینجا. خب من همیشه بچه خوبی بودم و خوشبختانه رعایت کردم و توش موندم و آره. اینجا منم گفتم بیا چیکار کن، بیا به من بگو از این میزانی که من انتظار داشتم چقدر واقعا خرج کردم تا بفهمم چقدر دیگه میتونم خرج کنم، نه برای هر سینگل چیز بلکه کلن. تو بیا به من بگو من چقدر از اون پولی که انتظار داشتم خرج بشه خرج شده واقعا، چرا نشده. خب این خیلی راحته. یعنی من وقتی خیلی به مشکل نخورده باشم دیگه نمیام
دونه به دونه چک کنم ببینم وای از چی بزنم بدم به چی. خب اینجا این شکلیه که خب اوکی اینقدر پول واسم مونده دیگه، تو فکرم میدونم اوکی مثلا قراره دارو بخرم یا داروهامو خریدم میتونم پولشو یه جور دیگه بذارم دیگه. اینا بستگی داره به اینکه شما چجوری حساب کتاب میکنی، چجوری پیش میری. خیلی راحته. اوکی فرمولاش هم دیدید دیگه، خیلی راحته. من هیچ فرمول خاص و عجیبی به کار نبردم چون اصلا آدمش نیستم. وقتی میخواید برید، من ماها رو این شکلی گذاشتم. خب ماها رو هر یه دون ماهو اینجوری از خودم گذاشتم و ماهیانه چک میکنم. واسه اینکه برید ماه بعدی اصلا سخت نیست. به جای اینکه همه اینا رو از اول بنویسید فقط یه دونه دوپلیکیتش میکنید، دوتاش میکنید، اینجا مینویسید نوامبر و تنها چیزی که باید پاک کنید ایناست. اینو میگیرید، تموم شد. اینم بر اساس حقوق ما، اگه تکون خورده اگه نخورده همون جوری نگرش میدارید. همه چیز چون فرمول بندی خودش برمیگرده به حالت اول، شما نه حساب کتاب میکنید، شما نه زحمت میکشید، هیچ چیز دیگه ای، فقط پاک میکنید و خوشم من فقط پاک میکنید و با پاک کردن شما چون همش فرمول بندی شده است خود به خود همه چی درست میشه، تمیز میشه و ماه بعد میتونید ادامه بدید. میتونم بگم خیلی مفید بوده برای من. یعنی من تونستم بفهمم که کجاها خرجم بیشتره، از چی باید کمتر کنم و تونستم بفهمم که واقعا دارم چی کار میکنم. چون آدم وقتی بفهمه چی کار میکنه میتونه پولش رو جورایی دیگه ای سرمایه گذاری کنه، جورایی دیگه ای بفهمه بعد چجوری پیش بره. و میگم باز اگر میبینه آخر ماه نمیشه تصمیم بگیره از الان برای آخر ماه چی کار کنه. باز تاکید میکنم هر کسی خرج خودش رو داره، دخل خودش رو داره. مثلا یکی ممکنه خرید خونه نداشته باشه، نمیدونم خرید یه چیز دیگه داشته باشه، یکی ممکنه مثلا دارو نخره، دارو براش خرج اساسی محسوب نشه، کاتگوریش یه چیز دیگه ای باشه. این کاتگوری ها رو خودتون بر اساس چیزی که دارید میذارید. و باز میگم اینم میدونم که توی ایران ممکنه شرایط استیبل نباشه، نتونید بودجه بندیتون رو ثابت نگه دارید، مجبور بشید هی بودجه بندیتون رو آپدیت بدید و همه اینا خیلی ناراحت کننده است. ولی صرفا دارم میگم که من درک میکنم و نمیگم روش من بهترین روشه یا قرار معجزه کنه، صرفا قرار ایده بده و امیدوارم همه چی خوب توضیح داده باشم چون من اولین بارمه که دارم اینو برای کسی توضیح میدم. به هم بگید و اگر استفادهش کردید و مفید بوده هم لطفا بهم بگید چون من خیلی خوشحال میشم که بدونم یه چیزی گفتم و یه نفر استفاده کرده و براش مفید بوده. واقعا اینجوری هم که واقعا هدف زندگیم اینه و خیلی خوشحالم میکنم. همین، امیدوارم این دفعه سیف شه و من مجبور نباشم یه بار دیگه اینا رو بگم چون واقعا از یه جایی به بعد خسته کننده است. و همین، ایام بکام و تا ویدیوی بعدی فعلا.